10 میلیارد ضرر کردم. برآیند من توی ماه دسامبر یعنی 8 روز گذشته تماما استاپ بوده. نکته جالبش اینجاست که اگر به هوش مصنوعی که خودم ساختم گوش می‌کردم اینا رو ضرر نمی‌کردم. حالا چند تا نکته. اولا که از کسی یاد بگیر که نمیاد برات مدینه فاضله بسازه، نمیاد برات باغ سبز و در باغ سبز و وعده و رویا و اینا بسازه. ببین حرفه‌ای ترین آدما هم توی بازار مالی یه جایی رد میدن، یه جایی ضرر میکنن. قبل از اینکه ادامه پست رو ببینی کلمه آموزش رو واسه من بفرست که آموزشاتو با من شروع کنی. دومین نکته، توی سال 2025 من تقریبا 3 ماهش رو ترید نکردم. ماه جولای رو کلا در ضرر بودم، ماه مارچ هم کلا در ضرر بودم، مابقی ماها مثبت بوده، دسامبر هم هنوز بسته نشده و توی این 8 روز گذشته من همه معاملاتم استاپ خورده و در نهایت 10 میلیارد ضرر کردم. حالا اینو از کسی داری میشنوی که 10 سال توی بازاره و با این حال من لایف استایلم، درآمدم، همه چیزم خوب بوده. از کسی یاد بگیر که واقعیتای ماجرا رو بهت میگه، نه کسی که میاد ادعا میکنه من هیچ وقت ضرر نمیکنم، همیشه سبزم، همیشه فلانم. نه عزیزم، حرفه‌ای ترین ها هم تو این بازار یه وقتایی استاپ میخورن، یه وقتایی پشت سرم استاپ میخورن. خلاصه واقعیت ماجرا اینه. اگر میخوای از یه آدم حرفه‌ای یه چیز حرفه‌ای رو به درستی یاد بگیری بدون اینکه بهت وعده عجیب غریبی داده بشه، کلمه آموزش واسه من بفرست.